سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 8 ایون همراه شما. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ضمن دیدار در دوشنبه درباره امنیت در سرحدی دو کشور و مبارزه علیه افراطگرایی و تروریسم صحبت کردند. امامعلی رحمان در این نشست گفت دوشنبه همیشه طرفدار همکاری با کابل بود و میماند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین ضمن مراجعت به دکتر عبدالله گفته است تاجیکستان خانه دوم شماست و افزوده است که تاجیکستان کوشش میکند مناسبت‌های دو کشور همیشه در سطح بلند و جوابگوی منفعت‌های دو جانبه باشد. پدر یکی از زندانیان جنجال برانگیز در تاجیکستان میگوید از وزارت عدلیه خواست با او اجازه بدهند که به نشان اعتراض از استفاده عذاب و شکنجه در زندانها نمایش اعتراضی تشکیل کند. مامورات آدینیف ساکن ناحیه حصار و پدر سنت الله ریزایف که سالهای طولانی در زندان است ادعا دارد که با پسرش در زندان خوجند بدرفتاری صورت میگیرد و او از ماموریت زندان میخواهد که به این بدرفتاری هایشان خاتمه دهند. عرضه برای پیکت تشکیل کردن رو نیز امضاش گرفتم، از قید گرفتم. برای همین من انتظاری اجازت محترم وزیر هستم تا اونی که اجازت بدین من میدان دا پیکت داری میکنم. وزارت عدلیه گفت که درخواست مامورات آدینیف را به بررسی گرفتند. فرزند او سنت الله ریزایف را ماه اکتبر سال 2014 با گناه پخش اخباری بر دروغ از داخل زندان با 11 سال زندان محکوم کردند. ریزایف و یک زندانی دیگر در نوار ویدیویی داغ‌های سرخ و کبود در بدن خود را نشان داده می گفتند که این آثار شکنجه پاسبانان زندان است، ولی بعداً وزارت عدلیه گفت این ویدیو صحنه‌سازی شده بود. تیمیر سریف نخست وزیر قرقیزستان روز 8 ایون با یک سفر رسمی وارد دوشنبه شد. او را در فرودگاه پایتخت قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان استقبال گرفت. تیمیر سریف نخست در آغاز سفرش با نشان احترام و تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک در پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه گل گذاشت. نخست وزیر قرقیزستان در جریان این سفر با رهبران بلندپایه تاجیکستان از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان همکاری‌های دو جانبه و از جمله مسئله جنجالی تعیین و علامتگذاری مرزی دو کشور را بررسی می‌کند. ساکنان و مقامات رسمی در جماعت وارث ناحیه ایستره و برطرف‌سازی عاقبت‌های سیلاب‌خیزی شروع کردند که روز شنبه دو پل را از بین برد و کشتی‌های وسیع را ویران کرد. اینچنین کانال دوستی در اینجا با سنگ و شغل پر شد. 150 هکتار کشتی‌های جماعتی وارث و 10 هکتار زمین پخش‌های در قرقیزستان در حال حاضر بیاب مانده‌اند. با گفته مقامات نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان برای برطرف کردن عاقبت‌های فلاکت سعی و کوشش دارند. با همراهی برادرای قرقیز همراه کار کردیم برای برطرف کردن آفت طبیعی. بله. یگان گرم حاضر بین دو ملت یگان گپ کار هم نیست. همه میفهمند که این آفت طبیعی همراه کار کردن. در این فلاکت طبیعی یگان نفر از ساکنان روستاهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان آسیب ندیدند، ولی خساراتی رسیده از $100,000 می‌گذرد. در آستانه کنفرانس بین المللی آب برای حیات که در دوشنبه به زودی برگزار می شود روز 8 ایون مسئله دسترسی زنان به آب در سراسر جهان بررسی شد. در نشست دوشنبه نمایندگان سازمان‌های بین المللی مقامات رسمی از کشورهای گوناگون شرکت کردند. شیوه‌های استفاده با ثمر آب که سال به سال بر اثر گرمایش کره زمین کمتر می شود از موضوعهای صحبت در نشست دوشنبه بود. از جمله گفته شد با وجود سرچشمه آب آسیای مرکزی بودن تاجیکستان بسیاری از اهالی کشور از آب پاک آشامیدنی محرومند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.